او برادرای غریبی ما اپا خوارکو همه کسا سوزک خوبه که جامعه که کرده که اولی بچه چه در نویه فیردوسی خونه شهر دوشنبه نویه فیردوسی گردشی پست محله سرکشتی اینا بچه چه ای بین ره نور کدیستم پیش نام پورتر دا مکتب مسجد دخترخونه گفتی گپا که مغازه خروگوری بچه چه اوسپید کنی که یا چورخونگر اینمی ساری ایده با خاطر همین شریف رمضان و با ایدی که پیش می اومده نگاه کنی که برای شما پادپیچکو دانم جانم نرخ 410,000 کدیم درای عزیز من نگاه کنین خونه اومدیم او سویتش 24 ساعته شهر دوشنبه نویه فیردوسی محله سرکشتی رای ماشین دیدیم ای رای ماشین میخوامیم میگه بچم دیگه توقع بخواب کی شلپریم ببرویا خلاصه گپ نگاه کنی برادرو چور در خونه اوجد خونه بانیا کوخنی خونه همه یه رالیمون حالی استیشکا برادرای عزیز اوش پستیانی ای خیلی نرخ در اینجا نیست برادرای غریب اوسپید کنن 410,000 سومون خونه شو عروسی ریمونتو را نگاه کنی بچه چه اوله حولی کلون میخواستین خونه کلون میخواستین این هم رمه بچه چه هر یک خونه 7 متر داره ایلوی توبه نگاه کنین بچه چه این خونه را برای قدام میمونیم این خونه کنم ریمونتو رفته است این خونه خلاص برای قدام برادرای غریبی ما اپا خوارکو یا واقعا نور گذشته دا یک 200 نفر چور نکردیم پادپیچکو گفت که با خاطر کامنتاری بعد می نوشتن پادپیچکو گفت که ای چور نگیرینشون کوم کامنتاری بعد می نویسه اتوماتیک چور نی خلاصه برادرو استا اید رفتگان دلش ابوی ریمونتورا پگا میزنن اینا خیلی تو نگاه کنیم چوچا اینا خونه کلامش کوخنی میکنی میزنی میگردی نرخ برای پادپیچکو 410,000 سومونی درختی پالما قریب اومد حولیش 200 خداونیم سوتیخ خلاصه ایگا برادرو اپا خوراکو من اورگارم کدوم کامنتاری بعد مینسه بچه‌ها گفتم پادپیچکو اتوماتیک چور نیده یا چیز زنگ زده متام گرفته کی سغره لغلخی کامنتاری بعد نام اسم ای چور نمیگی اینمی یک کلمه گفتم نوشتی زب چور نیه برادرو اپا خورو دائما شریف رمضان دا بگه شمشمه که اولی شما شمشمه کی تئوری دیدسن ما شمشمه کی نوردایم خلاصا نمره صاحب خونه را زم میمونم زنگ بزنین اوسپید کنین خونه شهر دوشنبه نویه فیردوسی پایونی پست کوروان محله سرکشتی راهی ماشین در خونه بگیم لوی راه این خیلی دیگه قدم نمیزنی ای خونه میبرو ای را اوس مگذر مشتکا دمش نمیره کوروان دانو جانو بچوشا گنده خونه با مزه کی امی به پلش موندگی اوسپید کنین برادرو این خیلی در این نرخ در اینجا خیلی خونه نیست اینا برادر غریبی ما خدمتم برای شما باقی در پناه الله باشین ایدی می اومدگی برای هممون بچه‌ها مبارک شوه خلاصه در پناه الله باشین برادر غریبی ما